یکی از دلایل روشن نشدن خودرو میتونه سنسور دور موتور باشه. حالا چجوری میتونیم تستش بکنیم؟ ببینید سنسورهای دور موتور به دو دسته تقسیم میشن. یه نوع اثر حال هستن، یه نوع سنسورهای القایی هستن. سنسورهای اثر حال به سنسورهایی میگن که باید تغذیه بهشون بدیم، یه چیزی ازشون بگیریم، یعنی یک 12 ولت یا 5 ولت رو بدیم و بدنه بهشون بدیم تا یه خروجی به صورت پالس مربعی بهمون بدن، یعنی به ECU پالس مربعی بدن. ولی سنسورهای القایی سنسورهایی هستن که آهنربایی هستن و نیاز به تغذیه ندارن، یعنی خودشون میتونن سیگنال تولید بکنن. با تأثیر پره های فلای ویل روی خود سنسور، روی آهنرباش میتونه تولید سیگنال بکنه. در خودروهای ایران خودرو و سایپا سنسورهایی که داریم القایی هستن، یعنی نیازی نیست با چیزی بهشون بدیم. در برخی از ECU ها بنا به سخت افزار و نرم افزاری که وجود داره، این سنسورها، این ECU ها بدون وجود سنسور دور موتور میتونه خودرو روشن بشه، یعنی اطلاعات روشن شدنش رو از سنسور دیگری به نام سنسور میلسوپاپ میتونه دریافت کنه. بنابراین ما اصلا میتونیم سوکت سنسور دور موتور رو بکشیم و تست بکنیم که ببینیم که چجوری هستش این سیستم.